سلام علیکم دوستان عزیز. این لحظه ما در ثبت فیلم حسن حسین حضور داریم و این لحظه در ناحیه رودکی حضور داریم و اینا چی پختیان سمانک اولین بار سمانک میچشیم و همه شما نصیب روزی بگردون همین بهار و همین تینجی و آرامی را خداوند همیشه تینجی و آرام باشیم. خیلی بگی بابا چتا رحمه ما بچه مغزی پوچه نه که بعدی بچه هم خدا دیگه قشقه دارم داره میزنم و علی الملک المقربین الله یبارک الصالحین بخشید به حبیب صلی الله علیه و سلم پروردگار از کلی آفت‌های زمین و آسمان تهمت‌های ناگهان از دردها و رنج و مشکلات خاصهای شیطان توکلانت مرگ ناگهانی پروردگار پناه بر آبروی محمدی کشایشی کار نصیب روزی بگردون صلی الله خیر خلق محمدی و علی آله اصحاب اجمعین برحمتک یا رفتی رحیم پروداکشن. سلام و درودی به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. نگفتن امانت که با فرارسی یعنی که عید مادران 8 مرداد را که روز عید مادران گفته اعلام کردن، تمام مادران و خواهران را با فرارسی عیدشان تبریک و مبارکباد گفته، برایشان خوشبختی و سربلندی، مهر و محبت، خوشی‌های زندگی، بخت بلند پرواز را تمنا میکنیم و بار دیگر به همه شما عید مبارک، عمر دراز پربرکت به همه مادران و خواهران و بانوان عزیز. چی گفتی کوچکر بهت میگم؟ بله چه خیلی که شما فهمیدین که استاد بهتر از جان یک سخنی تبریکاتی بری مادرای مهربان کرد. مادران مهربان باز هم یک بار دیگر در بالای سری فرزنداتان همیشه سایبان باشید و مادرانی که در آینه نیگون ما را میبینن این میترسن آوازهای ما را MP3 کنه گوش کنه